در قبرستان چه خیلی باید بشینیم، چه خیلی دعا کنیم، رویمون باید با کدام طرف باشد. شما وقتی که قبرستان میدروین، قبرستان بسیار بدروین. پیامبر ما گفتن بیشتر روید قبرستان، هم مردن به یادتان میآید، هم در حق برادراتون دعا میکنین. در آمدین سلام بتین، السلام علیکم یا اهل دیار من المؤمنین و المسلمین و اینا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا و لكم العافیه. اگر این هم که ندونین، اما السلام علیکم بگین، خداوند همه تون رحمت و مغفرت کنه، خدای مهربان مشکلات همه تو آسان کنه. همین قدر بگین بدروین. بعد پیش همون نفری که میخواین دعا کنین رفتین، از رو به قبله بشینین، یعنی روی هاتون طرف قبله بشینین و از طرف همون بگیم سری مرده بشینین. ای طرف پای مرده نیو، از طرف سری مرده بشینین، رو به قبله بشینین، دعا کنین. انشاءالله همین خب خیر است، همین خوبه. سوال دیگر، از خانه چقدر دور باشی که نماز رو قصر میخوانی و آیا تنها فرض رو میخوانی یا سنت رو هم میخوانی؟ حاضرت ما برادرای عزیز گفتیم که یعنی همین 89-90 کیلومتر اگر مقصد شما از خانه بیرون برآمدن باشد و نیتتون تا 15 روزه باشد. مثال آدمی است که یک روزه میروه، 2 روزه میروه، یعنی تا 15 روزه. همین مسافه را اگر شما با شرطی که مقصد سفر کردنی باشین، همون نمازهای 4 رکعت فرض تونه 2 رکعت میخونین، 3 رکعت فرض شما مثل خودش میمونه. سنت ها را برادرای عزیز بینین که اگر یعنی وقتاتون تنگی نکند یا شرایطاتون ناز باشد، در این حالت بخونین. نه که وقتاتون اگر تنگی کرد و مبادایی که سراسیمه باشین، همون 2 رکعت فرض رو نخونین، ترک سنت هم که کردین، اینجا در گناهگار نمیشین. دیگر در اسلام اوچخان یا اکخان میگویند، آیا اینها جایزند؟ جایز نیست. در اسلام اکخان، اوچخان، اوتخان این طریق گفتگی وجود نداره برادران. همون آیتی را که در سوره الله علم سوره احزاب بود، اگر فراموش نکرده باشم، سوره احزاب هست. بسم الله الرحمن الرحیم. احزاب برادران بینیم در سوره احزاب آیتی 40 خدا میگه که ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیم. الله مهربان چی میگه؟ میگه محمد صلی الله علیه وسلم پدر هیچ کدام از شما نیست، این رسول خداست و این آخرین پیامبر است که از نزد ما فرستاده شد. ولی سبب نزول همین را ببینیم. وقتی که پیامبرمون حضرت زینب به زنی گرفت، این زنی همین زنی زید ابن حارثه بود. همه میگفت که زید پسرخوان پیامبر است. وقتی که زید زنش طلاق کرد و پیامبر ما نکاح کرده گرفت، در زمانهای پیامبر همین بچه‌خوانی و آتخوانی و آچخوانی بود. همه مردم فکر کرد که این چه مثال، این چگونه شد که زن بچه‌خوانی خودش گرفت. الله مهربان همین آیت روان کرد که پیامبر پدر هیچ کدامی از شما نیست، این پدر همو ابراهیم ای، پدر همو مثال طاهر ای، پدر همو قاسم ای، بچه‌کایی که داشت خودش. و اسلام گفت پدرخوانی و اکخوانی و اپخوانی نداره. برای همین در اسلام این چیزا نیست برادر عزیز. همین آیت خودش انا بگیم دلیل و بیانگر همین است که همین اپخوانی و آتخوانی را همه را از بین بردگی هست. بابا جان اپم چند سال شد که شوهر کرده است، اما تا حال شوهرش با او همخوابگی نکرده است. شوهرش مشکلی دارد، شما چی مصلحت میدید؟
صبر کند یا جدا شود. اخیرا برادرای عزیز و گرامی، کسایی که مشکل دارند مشکلی رو فهمیدن در کار، اگر به شرطی که یگان دردی باشد که تبابت نشونده باشد، اینجا صبر دیگه در کار نیست. برای همین در حال مقصد همو او را جدا کردن در کار و مقصد دختر رفته باید شوهر کند. دردی او را دیدن در کار که اگر همخوابگیش علاج نداره، مقصد دیگه امکان نداره، او را مثال طبیب ها معین کردگیان، دیگر مقصد این حالت در قپیدن این دختر در این حالت اجازت نیست. سوال دیگر، من 2 سال شد با همسرم زندگی نمیکنم اما جوابش رو هم ندادم. من در نزد خدا گناهگارم؟ بله گناهگارین. وقتی نمیخواین اولا که طلاق نکنین. وقتی که نخواستی و نماندن زندگی کردن، اونا را جوابشو نتی نکن. تو خودت برای زن بگیری و شرایط کنی و او بیچاره در نکاح تو بیستم، یا اگر یگان کارو بدی را که ای دستی او هم که اگر شد، او هم با ضرر جانی تای. سوال دیگر، در مهاجرت 2 گوشوار طلا یافتم، 2 ماه شد کسی سراغ نمیکنه، چیکار کنم؟ برادر عزیز، اگر خودت به همو نیاز داشته باشی در خودت صرفش کن. اگر صاحبش پیدا شید بعد پولش گردونده مقصد میدی. لیکن خودت نیاز نداشته باشی، یکم کمبغل بتش، لیکن صاحبش پیدا شید بعد زامین توی مقصد همو پولی همو گوشوارا را با گردونده در صاحبش میدی. آیا از مرغ زکات هست یا نه؟ از مرغ زکات نیست برادر عزیز. قرائت قرآن را از تلویزیون گوش کنی یا قرآن های هستن که بروچکا میخونیم تا آخر گوش کنیم ختم قرآن میشود؟ نه ختم نمیشود، لیکن انشاءالله ثواب میگیریم. وقتی که شما با قرآن هم که اگر هم تا گوش کرده برین، با روچکا هم که گوش کرده برین یا از تلویزیون کلی قرآن هم گوش کنین، شما همون ثوابی ختم میگیرین. لیکن همچون ختم شوا و باورت تو در یک کس ببخشی، این خیلیش اجازت نیست. نماز توبه را چگونه بخوانیم؟ یعنی نمازها هستن برادران، نمازهای تسبیح میگیم، خب نمازهای مثل استغفار میگن، توبه میگن یا استغفار، که از زمره نمازهای نافله. لیکن چگونه خوانده میشن؟ من در حدیث ها دیدم جناب ابو داود در حدیث 1521 با اسناد صحیح از ابوبکر صدیق میارد، میگه که ابوبکر صدیق گفتن که سمعت رسول الله یقول ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطهور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر الله الا غفر الله له. پیامبر گفته بود است که میگه ابوبکر صدیق میگه از پیغمبر شنیدم که کسی اگر گناه زیاد دارد، کمبودی خیلی زیاد دارد برادران، بعد میگه چیکار میکنه؟ طهارت میکنه و میاد 2 رکعت نماز میخونه. فرق نداره کدام همین وقتای مثال بعدی پیشینه، یا مثال بگیم که انا پیش ای عصر یا پیش ای خفتنه یا بعدی خفتنه، همین 2 رکعت کدام سوره را که میخونه نیتش همون 2 رکعت نماز استغفار یا 2 رکعت نماز توبه، یعنی بدیلش که میگذرونه که من برای خاطر مغفرت گناهم که از الله مهربان طلب کنم که گناهامو ببخشه، همین 2 رکعت نیت میکنه. بعد از آن میگه وقتی که بود کردی بعد طلب مغفرت کن، بود کردی نماز بعد برداد بگو الله مهربان این نمازی را که من ادا کردم برای بخشش گناهام بود، خدایا گناهای بسیار دارم، ایت طلب مغفرت میکنم، همین ها را خدای مهربان ببخش، ان شاء الله میگه گناهات بخشیده میشه. حدیث دیگر هم امام احمد در رقم 26998 حدیث امام احمد با اسناد صحیح آورده است از ابی دردا، میگه پیامبر شنیدم که میگفت من توضأ فاحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. همین هم همون مثال طهارتی اگر خوب کنه، طهارتی نیک کنه و 2 رکعت نماز توبه نیت کنه، بعد او که سلام داد الله مهربان بگه گناهامو ببخش، گناهاش خدای مهربان میبخشه. سنت نماز بامداد رو دریاب نکنی، بعد فرض بامداد بخونیم یا نخونیم، بخونینش. اگر یکی آمده این که فرض رفتی سای تا اگر فرض دریاب کردن تونین خونده بخونین، اگر نتونین بعد فرض هم بخونینش درسته.
آیا الله انسانها رو تنها از خاک آفرید یا از آب خاک؟ البته دادر عزیز اگر سوره هجر آیت 26 سوره الرحمن آیت 14 را نگاه کنین، خدای مهربان از آفرینش آدم میگه، یعنی آدم از خاک آفریدن، تنها خاک خالی نبود، او را با آب یک جای شوریدن، همون سلسال کالفخار، یعنی او را به سفال تبدیل دادن، یعنی رنگ سفالی که یعنی آواز داره، صدا داره. بعد از همون میگه انسان آفرید، یعنی خاک با آب یک جای شد. چرا که حسین واعظی کاشفی میگه آن روز که آب و خاک بر هم زده اند، بر طینت آدم رقم غم زده اند. خالی نبود آدمی از درد و بلا، که این ضربت اولین بر آدم زده اند، یعنی آب با خاک یک جای کردن. شخصی که در دین معلومات نداشته باشد، اسلام رخصتش میتید که امر معروف کند، نه رخصت نمیتید. یعنی آدمی که علم ندارد، برادر عزیز، با گفتی تاجیکای ما زور نزنه که امر معروف کنم، زیرا امر معروفت زیبا نمیبرایه و نتیجه هم نمیده. تا جای مقصد آباد کردن همه را ویران بکنی. هر یک کار باید آدمی کند که متخصص است. دویم اینکه برادرها وقتی امر معروف هم کردیم، در امر به معروفمان بسیار دعوت های خوب، دعوت های نیک، دعوت های ملایم کنیم. سوال دیگر، استاد جان 5 وقت نمازم را میخونم، بعد هر نماز باز قضایی نمازهای چند ساله پیشینم را میخونم، آیا این کاری من درسته؟ بله درسته. میگویند در حولی درخت ارچه را شینانی خانه به برکت میشود. این درست نه؟ این دروغه. اینا هر درختی را که میشینانیم برادرای عزیز خوش به حالتون. پیامبر گرامی گفتن هر نفر یک درخت میشینانه، ببینین از او درخت پرنده استفاده میکنه، چرنده استفاده میکنه، آدما استفاده میبرند، همه این ثوابش در نامه اعمالت میرود. برای همین خوش به حال او کسایی که درخت میشینانند. شما برادرای عزیز کوشش کنین. ولی در مردم خودمان کامی گفته بود که در خانه اگر کسی چهارمغز بشنونه، همون چهارمغز که بلند شید، صاحب خانه، صاحب همون چهارمغز یا صاحب همون خانه میمبره. این یک گپای سفسطه و دروغ. برای همین خدا دانای ممکن هم یگان چهارمغز فروش بده است، چهارمغز خانه خودش داشته است، مردم البته گفته چهارمغز کنن سودای او میمبره، ممکن به همین خاطر گفتن آخی. برای همین هر یک آدم ها بعضی غرضا داره آخی. یعنی یک چیزا که اگر یگان کس در بازی همین تجارت ها خیلی چیده کو، یکی اگر به شرطی که یگان چیز ببیند که مقصد مالی خودشه، بعد همون را رکلام کردن میگیرن تا مردم همون را بخرن. برای همین خیلی ساده نشین، چیزی باشد شینانین. بسیاری برادرها رو من مصلحت میتونم که اگر در خانه جای شیناندن نداری، برای در ادیرها، در کوها، برای در خانه برادرایی که جای دارن بخر، ای پولی خود درخت بشنان، همون درخت به وایه برسه، همون فایده هم دنیا تا هم آخرت تا اجر میگیری، ثواب میگیری. خب استاد اسمم عبدالرسول است، آیا اسمم رو عوض کنم یا نه؟ نشد عبدالرسول، عبدالنبی، همین نام ها برادرای عزیز، یعنی هیچ وقت در پشت عبد بگیم رسول یا نبی نمیاد، زیرا که عبد به معنای بندگی میاد، بنده رسول، بنده نبی نمیشود. برای این شما مثال محمد رسول، محمد نبی، یا رسول یا نبی مثال گویم بهتره، عبد چه نمونه. آیا خون دهان یا بینی طهارت را میشکند یا نه؟ سوال آخرانی که در من آمد این بود است که آیا خون بینی یا خون اصلا طهارت میشکند یا نه؟ در مذهب خودمان برادر عزیز خون از هر جایی که خارج شود شکننده طهارته. یعنی همین خون اگر برآمد و قرار ایستاد، حرکت نکرد، نمیشکنه. یکی همین خون جاری علاقه طهارت میشکنه. الهی مهربان بازم ایمانمون کامل کنه، خاتممون بخیر کنه. الهی مهربان سعادت دنیا و آخرت بر همه ما و شما نصیب گردونه. آمین یا رب العالمین.